عزیزان جان، شب همگیتون به خیر باشه. همه ما داستان معروف رستم و پسرش سهراب رو میدونیم و میدونیم که بازی سرنوشت رستم رو مجبور کرد که ناخواسته پسر خودش رو بکشه. در این داستان اما میخوایم در مورد نوه رستم صحبت بکنیم که باز دست سرنوشت کاری کرد که رستم در مقابل نوه خودش قرار بگیره، اما باز هم دستش به خون نوش آلوده میشه. با همدیگه ببینیم و بشنویم. افراسیاب پادشاه توران در جنگی سخت از ایرانیان شکست خورده بود و همراه سپاهیان خودش خسته و ناامید به سوی کشورش توران باز میگشت. در راه به دشتی خرم رسید و جوانی بسیار زیبا و نیرومند رو دید که در حال بریدن درختی تنومند بود. افراسیاب به اون نگاه کرد و از شباهت عجیب اون به رستم شگفت زده شد. به یکی از سردارانش دستور داد جوان رو نزد اون بیاره. پهلوان گماشته افراسیاب رفت و به جوان گفت پادشاه ما دستور داده تا به پیشگاهش بری. اما جوان پاسخ داد من در خدمت شاه تو نیستم، پس اگر با من کاری داره بهتره که اون به نزد من بیاد. سردار تورانی از شنیدن این پاسخ خشمگین شد و دست به شمشیرش برد تا جوان رو بکشه. جوان هیچ اسلحه‌ای نداشت، پس تنه بزرگ درختی رو که بریده بود به سبکی یک تیر از زمین برداشت و به سمت اون پرتاب کرد. سردار از ترس پا به فرار گذاشت. افراسیاب با شنیدن گستاخی جوان عصبانی شد و دستور داد تا اون رو بکشند. اما پیران وزیر دانای افراسیاب پیش اومد و گفت پادشاه به سلامت باد، اما این جوان بسیار به رستم جهان پهلوان ایران شبیه. آیا فکر نمی کنید وجودش در لشکر ما از کشتن اون بهتر باشه؟ افراسیاب فکری کرد و سری تکان داد و گفت فکر بدی نیست، به هر زبونی شده اون رو راضی کنی تا نزد ما بیاد. پیران به سوی جوان رفت و گفت درود بر تو پهلوان. پادشاه ما شجاعتت رو دیده و من رو فرستاده که پیام محبت و دعوت اون رو به تو برسونم. آیا دوستی و دعوت اون رو میپذیری؟ جوان که پیغام محترمانه و محبت آمیز افراسیاب رو شنید این بار پذیرفت و نزد افراسیاب رفت. افراسیاب دستور داد با غذاهای عالی از اون پذیرایی کنن و هدایای گرانبهایی به اون داد. سپس پرسید نامت چیه ای جوان نیرومند؟ جوان گفت نام من برزو هست و کشاورزم. افراسیاب گفت به دنبال سرداری برای لشکرم میگشتم، تقی خواست که تو رو بیابم. برزو جواب داد ولی من از جنگاوری چیزی نمیدونم. افراسیاب گفت بهترین سردارانم تو رو تعلیم خواهند داد، اصلا نگران نباش. برزو پذیرفت و در مدت کوتاهی بهترین فرمانده تورانیان شد. هنگام جنگ با ایرانیان افراسیاب سپاهی عظیم رو به فرماندهی برزو به میدان فرستاد. برزو همه پهلوانان ایرانی رو در جنگ‌های مرزی یک به یک شکست داد. خبر به ایران رسید. کیخسرو شاه ایران، فریبرز و طوس 2 تن از پهلوانان ایران رو با لشکری عظیم به میدان فرستاد. هر دو سپاه در مقابل هم ایستادند
و طوس و فریبرز به میدان اومدند. ضربات گرز و شمشیر طوس و فریبرز بر بدن برزو اثری نداشت. برزو در فرصتی مناسب گرز هر دو پهلوان رو گرفت و اونها رو به زمین زد و اسیرشون کرد. خبر به ایران رسید و این بار شاه از رستم دستان کمک خواست. شب بود که رستم با سپاهش به میدان جنگ رسید. با یکی از فرماندهان مخفیانه به سوی لشکر توران رفت و طوس و فریبرز رو آزاد کرد و به اردوگاه بازگرداند. صبح روز بعد برزو که ماجرای گریختن دو پهلوان را شنیده بود به سوی سپاه ایران تاخت و با فریاد گفت: این رستم کیست که شبها میتازد و روزها مخفی میشود؟ رستم سوار بر رخش با سرعت به سوی میدان تاخت و فریاد زد: منم رستم، پهلوان پهلوانان. برزو با نیزه به رستم حمله کرد. رستم هم با شمشیر به سوی اون تاخت. پیکار آن دو بسیار طول کشید. هر دو از این نبرد حسابی خسته شده بودند. لحظه ای اسب رستم تعادلش را از دست داد و برزو گرز خودش رو بلند کرد تا بر سر اون بکوبه. رستم سپر بزرگش رو بالا آورد، اما گرز بسیار سنگین بود. سپرش رو شکست و گرز به بازوی رستم خورد. رستم از درد به خودش میپیچید، اما به مبارزه ادامه داد. شب که همه جا تاریک شد، بنا به رسم جنگاوران قدیمی هر دو پهلوان به اردوگاه برگشتند تا روز بعد مبارزه رو از سر بگیرند. فرامرز فرزند رستم با لشکری تازه نفس رسید. رستم که نمیتونست یک دستش رو حرکت بده، از فرامرز خواست فردا به جای اون به میدان بره. روز بعد فرامرز زره رستم رو پوشید و نقابی بر چهره زد و سوار بر رخش به میدان رفت. پس از کمی پیکار فرامرز گرزش رو بر کمر برزو زد. برزو از اسب افتاد. فرامرز اون رو دست بسته به اردوی ایرانیان برد و جنگ با پیروزی ایران به پایان رسید. کیخسرو با دیدن برزو دستور داد که اون رو بکشن، اما رستم از پادشاه خواست که اون رو ببخشه. کیخسرو پذیرفت و فرامرز برزو رو به زابلستان برد. خبر اسارت برزو به توران رسید. مادر برزو با شنیدن این خبرها نگران به سوی ایران آمد. پس از طی راهی سخت به سیستان رسید. به سراغ زرگری رفت تا جواهراتی رو که همراهش داشت بفروشه و غذا بخره و جایی هم برای موندن پیدا کنه. زرگر با دیدن جواهر فهمید اون زنی بسیار ثروتمنده. پرسید نامتون چیه بانو و از کجا میایید؟ زن گفت من شهرو هستم، از توران زمین میام. خبر رسیده که پسرم برزو به دست رستم اسیر شده. اومدم ببینم که سلامت هست یا نه. زرگر گفت پهلوان بزرگ توران؟ میدانم که در ارگ بزرگ زابل زندانی هست. شهرو پرسید مطمئنید او را میشناسید؟ زرگر جواب داد آری، زیرا کسی که برای او غذا میبره همسایه ماست. امشب رو به منزل ما بیا و خستگی راه رو از خودت دور کن و خدمتگزار رو ملاقات کن. شهرو به خانه زرگر رفت و همسر زرگر از اون پذیرایی کرد. کمی بعد خدمتگزار به اونجا اومد.
شهرو نشانی پسرش داد و دختر اون رو شناخت. شهرو با نگرانی گفت از پسرم بپرس برای آزادیش چه کار باید بکنم. دختر گفت چه بگم تا پسرت باور بکنه. شهرو انگشترش رو داد و دختر به زندان رفت. در زندان ماجرا رو برای برزو گفت و انگشتر شهرو رو به اون نشون داد. برزو که حرفای اون رو باور کرده بود گفت به مادرم بگو سوهان و طناب نیاز دارم و 3 اسب که در پشت تپه ها منتظر من باشن. روز بعد دختر برای برزو طناب و سوهان برد و به اون کمک کرد تا هم زنجیر دست و پای برزو رو با کمک سوهان باز بکنه. برزو طناب رو از بالای برج زندان به پایین انداخت و هر دو با کمک طناب‌ها از برج پایین اومدن و دور از چشم نگهبان‌ها خودشون رو به پشت تپه ها رسوندن. در اونجا شهرو با 3 اسب منتظرشون بود. مادر با دیدن پسرش اون رو در آغوش کشید و بوسید و خداوند رو سپاس گفت. سپس هر 3 با اسب به سوی توران تاختند. آنها 3 روز و 3 شب بی‌وقفه رفتند تا به دامنه کوهی رسیدند و قصد استراحت کردند. ناگهان سپاه عظیمی از دور پدیدار شد. فرمانده سپاه رستم دستان بود که تازه داشت به زابلستان برمیگشت. رستم با دیدن اونها خیال کرد برزو پسرش فرامرز رو کشته و گریخته. پس به طرف اونها تاخت و نبردی سخت میان اون و برزو در گرفت. اما زور هر دو برابر بود و هیچ کدام پیروز نمی شدن. شب شد و قرار گذاشتن نبرد رو روز بعد دوباره ادامه بدن. رستم که به سوی لشکریانش رفت و دستور داد برای برزو و همراهانش خوراک و چادری برای استراحت بفرستن. رستم گفت اونها دشمن هستن، اما از جوانمردی به دوره که اونها رو بدون غذا و سرپناه بذاریم، مخصوصاً که 2 بانو با برزو همراه شدن. صبح روز بعد رستم و برزو مقابل یکدیگر ایستادند. رستم از شجاعت برزو و مادرش تعریف کرد. برزو هم از سخاوت رستم تشکر کرد و بعد از اون دوباره مهیای جنگ شدند. اونها با شمشیر و گرز و کمان با هم جنگیدن و اما باز هیچ یک نتونستن دیگری رو شکست بدن. رستم با خودش فکر میکرد که برزو از نژاد کدام پهلوانه که این چنین نیرومنده. غروب شده بود و هر دو خسته و عرق ریزان همچنان می جنگیدن. رستم می ترسید که اگر به دست برزو کشته بشه تورانیان ایران رو با خاک یکسان بکنن. از همین رو تمام توانش رو جمع کرد و به سوی برزو حمله برد. این بار اون رو به زمین انداخت و به سینه‌اش نشست و خنجر رو بر گردنش گذاشت. ناگهان بانو شهرو مادر برزو قدم به میدان گذاشت و بر سر رستم فریاد کشید: دست نگهدار پهلوان، تو سالها پیش ندانسته پسرت سهراب رو کشتی. حالا میخواهی پسر اون هم به دست تو کشته بشه؟ با شنیدن این حرف دست رستم لرزید. خنجر رو رها کرد و بلند شد. شهرو جلو آمد و بازوبند سهراب پدر برزو رو به رستم نشان داد. برزو که حیرت کرده بود با عصبانیت گفت: مادر،
شما که از کل داستان آگاه بودید چرا گذاشتید با پدر بزرگم بجنگم؟ شهرو گفت من میخواستم انتقام مرگ پدر سهراب رو از اون بگیری. رستم اما که بعد از گذشت سالها باز هم از یاد مرگ سهراب غمگین میشد، برزو رو با تمام توان در آغوش کشید و خداوند رو شکر گفت که به موقع برزو رو شناخته. سپاه ایران هم که داستان مرگ سهراب رو میدونستن به خاطر نجات برزو شادی کردند و رستم نوش برزو رو با مادرش با احترام بسیار به سراپرده فرماندهی خودش برد. رستم به دختر خدمتکار هم هدایای بسیاری داد و اون رو پیش خانواده‌اش فرستاد. رستم با خوشحالی و شکوه بسیار با برزو و شهرو به سپاهش به سیستان برگشتند و سالهای سال در کنار هم به خوبی و خوشی زندگی کردند. همراهان جان، به انتهای داستان رسیدیم. قصه زیبای دیگه‌ای بود از شاهنامه از پهلوان نامدار ایرانی رستم دستان. امیدوارم که پسندیده باشید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کرده و ما رو به دوستانتون معرفی بکنید. روز و روزگارتون خوش باد.